درود بر شما عزیزان جان. من یاسرم و خوشحالم که در محضر چشمان زیبای شما قرار گرفتم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ایام بکام. امروز 1 اسفند ماه، جشن آبسالان، جشن اسفندی، جشنی که وقتی داشتم برای ارائه راجع به اون تحقیق می کردم با مواردی برخوردم که واقعا به وجد اومدم و حالا قرار اونها رو با شما به اشتراک بذارم. یکی دیگه از نامهای این جشن، جشن کوسه سواری و جشن کوسه برنشین بوده. مردی کوسه رو، مردی که بیریشه، روی خری می نشست و در یک دست کلاغ و دست دیگرش باد بزنی می گرفت و خود رو مدام باد می زد. او با روغنهای مخصوصی بدن خودش رو چرب کرده بود تا سردش نشه. این مرد که لباسهای پاره پاره پوشیده بود در میان مردم به راه می افتاد و شعرهایی برای خدا حافظی با زمستون می خوند. مردم که به شعرهای او می خندیدند به سمت او برفابه و آب می پاشیدند. او از هر فردی 1 سکه و یا 1 دینار دریافت می کرد و هر کسی که اون سکه رو پرداخت نمی کرد با مرکبی که به همراه خودش داشت یا گل سرخی که در جام داشت اون رو نشان می کرد که به غارت ببرندش. او با لودگی اشاره می کرد که مردم اون رو تاراج کنند. هر هزینه و سکه‌ای که دریافت می‌کرد از صبح تا ظهر به حاکم شهر تعلق داشت و از ظهر تا شبانگاه و قبل از غروب آفتاب به خودش و افرادی که دنبالش بودند تعلق می‌گرفت. پس از اون باید سریعا فرار می‌کرد و قایم می‌شد، چون اگه مردم پس از غروب آفتاب دستشون به او می‌رسید اجازه ضرب و شتم اون رو داشتن و هیچ کسی از اون حمایت نمی کرد و مانع این کار نمی شد. کهن‌ترین ثبت واژه آبسال توسط ابونواس در شعری صورت گرفته که این شعر به 3 جشن اشاره کرده: جشن نوروز، جشن مهرگان و جشن آبسالان، که پژوهشمندان تصمیم گرفتند این جشن رو همتراز اون 2 جشن قرار بدن، به خاطر اینکه حتما جشن مهم و قابل اهمیتی بوده که در کنار این 2 جشن نامشون به خاطرها مونده. در تقویم کاشان به جشن اسفندی به طور خیلی خاص اشاره شده، اونقدر خاص که اگه میخواستم در این ویدیو به اون اشاره کنم خیلی بحثمون طولانی میشد. پس تصمیم گرفتم که این ویدیو رو به 2 بخش تقسیم کنم، این ویدیو و ویدیویی که به زودی آپلود خواهد شد. این جشن نام‌های دیگه‌ای هم داره، همونطور که به اون اشاره کرده بودیم. بهار جشن یکی از این نام هاست که به دلیل جاری شدن رودها و نهرها به اون نسبت دادن. همچنین یکی دیگه از این جشن ها به نام جشن روباه نامگذاری شده به دلیل خجستگی دیدار روباه در فصل بهار، فصلی که حالا پیش رو داریم. همی تابد ز چرخ سبز عیوق، چو آتش بر صحیفه آبسالی. واژه آبسالان با آب و آبشار مترادفه، اما همینطور که در این بیت به اون اشاره شد در شعر ناصر خسرو خلاف این بهش اشاره شده. بنابراین پژوهشمندان نمیدونند و هیچ تصمیم قاطعی ندارند که این آب به جای پر آبی نسبت داده شده یا به جایی که از فقدان آب برخوردار بوده. فقط چیزی که هست اینه که به قول معروف بین علما اختلاف ایجاد شده. اگه از محتوای این پست راضی بودید لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله زیر پست من رو فعال کنید تا به پست های من در اولین فرصت دسترسی پیدا کنید. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و خوشنود باشید. هیچ وقت برای شروع دیر نیست. در پناه طبیعت شاد باشید.